چرا این فضا رو انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه می‌خواستیم یه حس آرامش، یه فضایی باشه که بشه توش مدیتیشن کنی، بچه‌ها ریلکس بکنن. اصلا هدف از این ایونت‌های ورزشی جا انداختن ورزش کردن توی خانوما به صورت گروهیه، تمرینای گروهی. بچه‌ها معمولا بچه‌هایی که حرفه‌ای‌اند، وجهه خیلی خوبی دارن، سابقه کاری بالایی دارن و روابط اجتماعی و اینکه بتونن با شاگرد ارتباط خوبی رو برقرار کنن. ما اونا رو انتخاب می‌کنیم که تا الان هم توی انتخابشون موفق بودیم. یکم استرسا بود ولی خیلی عالی بود. شما اجازه من دوست داشتم، راحت بودم، خیلی جو دوستانه بود، خوب بود، خیلی خوش گذشت. تجربه خیلی عالی بود. محیط، بچه‌ها، همه چی عالی. مدیر برنامه‌مون خانم رئیسی خیلی عالی بود. مرسی از مرسی از شما. همه چی منظم، مرتب. تمی که توی این برنامه بود تم پیلاتس، یوگا و مدیتیشن غروب بود. فضای بعدی یه سری آیدیا تو ذهنم هست، حالا میذاریم که سورپرایز باشه، عکساشو میذاریم که بچه‌ها ببینن.